ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 8 دکامبر سال 2023 در شهر خبر سوختار در آشخانه در کنار بازار سخاوت خبر داد که شب 7 دکامبر سال 2023 تقریبا ساعت 9:24 دقیقه آشخانه بلکه یک دکان تیز تیار واقع در کوچه فردوسی که به شهروند موسویف بابوخان سال تولدش 1956 ساکن شهر کولاب تعلق دارد سوختار به عمل آمده است. بنا به اطلاع میلیسای پایتخت تاجیکستان، سوختار در مساحت 10 متر مربع پهن شده بود و سوختار نشانها در حال به جای حادثه حاضر گردیده سوختار را در همان مساحت اولش پوره خاموش کردند. موافق نتیجه های سنجش پیشکی سبب سر زدن سوختار رسش کوتاه ناقل‌های برقی می باشد. خبر داده است میلیسای دوشنبه. در خبر درباره حجم ضرر رسیده بر اثر این آفت چیزی گفته نشده است، ولی این حادثه در حال رخ داد که در تاجیکستان هوای روزهای آخر سرد شده است و خطر سوختار به این دلیل خیلی زیاد شده است. مسئولان از ساکنان و صاحبکاران خواهش میکنند که قاعده های بی‌خطری ضد سوختار را قطعاً رعایت کنند. در صورت سر زدن سوختار از همه خواسته شده است که با رقم 101 زنگ زنند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نیمه اول سال 2023 در جمهوری 581 حادثه سوختار ثبت شده است که این نظر به 476 سوختار نیمه اول سال قبلی 106 سوختار بیشتر است. امسال در نتیجه حادثه های ناخوش سوختار در تاجیکستان 18 نفر از جمله 9 نابالغ جان باخته به مالکیت دولت و شخصی شهروندان به مبلغ 9,376,000 سومونی ضرر مادی رسیده است. سال گذشته چند تعداد حادثه های سوختار کمتر بود ولی ضرر رسانده شده خیلی بیشتر 14,484,000 سومونی برآورد شده بود.